سلام رفقا، من محسنم. خیلی به کانال خودتون خوش اومدید. داریم قسمت اولمون رو ضبط میکنیم و از این به بعد قرار راجع به فوتبال اروپا و بعضی اوقات هم راجع به فوتبال حوزه خلیج فارس صحبت بکنیم. امیدوارم که ما رو با حمایتاتون دلگرم کنید. دم معرفتتون هم گرم. از لالیگا شروع کنیم. بازی رئال مادرید ویارال که از فصل پیش تیم گردن کلفتی تحت هدایت مربیشون نشون داده بود. فصل پیشی که 71 گل زده داشتش، کلا 7 گل کمتر از رئال مادرید 78 گل بودش. این فصل هم که تیم گردن کلفتی نشون داده بود. تو 4 بازی قبلیش قبل از بازی با رئال مادرید 3 تا بازی آخرش رو توی لالیگا برده بود و لیگ قهرمانان هم جلوی یوونتوس مساوی کرده بود. پس تیم اصلاً آسونی نبودش، ولی اتفاقات داوری که تو بازی رقم خورده بود به نظر من باعث شدش که توی روند بازی ویارال تاثیر بذاره. ضمن این که ویارال هم خیلی ترکیب اولیش ترکیب دفاعی بود و بازیکن‌های اصلیشو تو خط حمله و خط هافک نذاشته بودش. بازی که وینیسیوس جونیور یه پنالتی بحث برانگیز گرفتش که به نظر شخص من پنالتی نبودش و داور خیلی سختگیرانه اصلا عمل کردش، هم تو اخراج بازیکن ویارال هم توی پنالتی که وینیسیوس جونیور دادش و میتونست شاید بازی رو به این شکل جلو نبره. علیرغم تمام این مسائل، رئالی که جلوی اتلتیکو مادرید باخته بود لالیگا، اومده بود که دوباره تو لالیگا برداشو شروع بکنه و تونست بازی بسیار مهم فصلشو 3-1 ببره. یه سری حواشی هم برای رئال و فد والورده و ژابی آلونسو اتفاق افتاده بود که فد والورده میگفتن حالا دوست نداره تو پست هافک تو پست دفاع راست بازی کنه، با ژابی آلونسو به مشکل خورده و طبق مصاحبه هم که خودش انجام داد نشون دادش که هیچ مشکلی نداره و یکی از بازیکناییه که واقعا جونشو برای رئال مادرید میده و واقعا کاپیتانی رئال مادرید برازندشه و تو لاین اپ اصلی بازی هم بازی رو تو پست دفاع راست شروع کرده بود. از این مسائل بگذریم. امباپه هم که همچنان آماده است، داره گل میزنه، راحت بازی میکنه و واقعا رو کاکل امباپه داره میچرخه. ضمن اینکه وینیسیوس جونیور یه بازی بسیار درخشانی و بعدم مدت‌ها از خودش نشون داد و نمیدونیم این نوسان وینیسیوس کی میخواد تموم بشه. یه بازی خوبه، یه بازی بده، یه بازی هیولا، یه بازی بسیار ضعیفه و اون رفتارهای عجیبش. امیدوارم که وینیسیوس هم به دوران خوب خودش برگرده و با ثبات بتونه همین جوری که جلوی ویارال بازی کرد بازی بکنه. بازی بعدی که می‌خوایم دنبال کنیم از لالیگا بازی بارسلونا سویا. بارسلونایی که هفته گذشته چند روز پیش جلوی پاریس سن ژرمن باخت 2-0 و 2-1 آورده بود و نتونست خودش رو جمع و جور کنه برای بازی با سویا. البته اتفاقاتی که داخل بازی رقم خوردش خیلی این مسئله رو به وجود آورد بارسلونا نتونه اون بازی همیشگیشو انجام بده. اولیش پنالتی که آراخو تو نیمه اول داد و از کاپیتان تیم، از رهبر تیم، لیدر تیم واقعا بعیده یه همچین خطای بچگانه‌ای رو تو محوطه جریمه انجام بده. اتفاق مهم بازی دقیقه 79 بازی بود، 75 تا 79 بازی بود که لواندوفسکی پنالتی که برای بارسا رقم خورد و خراب کرد. یعنی اگر لواندوفسکی اون پنالتی رو گل می‌کرد، آدز و امکان این که بارسلونا حتی بتونه بازی رو ببره با توجه به بازی‌های قبلی که ازش دیده بودیم، خوراکش هم کامبک تو نیمه دوم بودش، بعید نبودش بارسای هانسی فیلیک بتونه بازی رو ببره. ولی خب دیدیم لواندوفسکی دقیقه 79 بازیکن تو اون سطح و تجربه پنالتی رو نتونست گل بکنه و بارسلونا هم دقیقه 90 و 94 2 تا گل دیگه خورد و شکست سنگین 4-1 رو متحمل شد تو شرایطی که داشتن هنوز رئالیا رو بابت باخت 5-2 شون جلوی اتلتیکو مادرید مسخره میکردن. همین بلا تو این هفته سر خودشون اومد و 4-1 بازی رو باختن. البته خیلی زوده برای اینکه بخوایم پیش بینی کنیم چه اتفاقی میفته، چون هم رئال ژابی آلونسو توی لالیگا سر حال نشون داده، هم بارسلونا هانسی فیلیک از فصل پیش نشون داده که تیم دست و پا بسته نیست و یه تیم بسیار باهوش، قوی و تیم خفنیه. بریم سراغ لیگ جذاب جزیره، لیگ برتر انگلیسی که امسال واقعا لیگ غیر قابل پیش بینی شده و اتفاقاتی که داخلش میفته اتفاقات عجیب غریبیه. باعث جذابتر شدن لیگ هم میشه. از آرسنال شروع کنیم که فصلهای پیش جایی که باید میبرد نمیبرد و امسال جایی که باید میبرد برد و اومد صدر جدول و اتفاق خیلی خفنی افتادش برای آرسنال آرتتا
که این فصل واقعا تیم ترسناک و خطرناکی نشون داده. تیمی که واقعا توی شاید فکر میکنم 20 تا بازی اخیرش بالای 3 گل نخورده، یعنی آوریج گلی که خورده بالای 3 گل نیستش و اکثرا بالای 95% گلایی که خورده زیر 3 الی 2 گل بوده. این نشون دهنده استحکام دفاعی تیم آرسنال و فکرای تاکتیکی که آرتتا برای آرسنال داره رو نشون میده. البته آرتتا با بازیکنایی که امسال جذب کرده تونسته تیمش رو هماهنگتر نشون بده. چرا؟ چون با توجه به مسئولیتایی که بازیکن‌ها داشتن، اودگارد، ساکا، گابریل یا حتی سالیبا، با توجه به مسئولیتایی که داشتن آرسنال رو دیدیم که از کورس عقب نیفتاد و تونست خودش رو جمع جور کنه و بازیاش هم ببره. فوتبال خیلی خوبی هم خودشون نشون میدن، مخصوصا مهاجم نوکی که گرفتن واقعا مهاجم خفن و خوبیه و چیزی که آرتتا میخواد داره پیاده میکنه. و اما بعد از آرسنال تیم دوم جدول که 2 تا بازی آخرش رو باخته، لیورپول آرنه اسلات، تیمی که واقعا تو 5 هفته اول 4 هفته اول تبدیل شده بودن به اسلوت تایم. دقیقه 80 85 به بعد گل میزدن، بازی‌ها رو میبردن، چه توی اروپا جلوی اتلتیکو مادرید چه جلوی بقیه تیم‌ها توی لیگ برتر جزیره و باعث شده بود که از همه تیم‌ها فاصله بگیره و بیاد صدر جدول. اما فکر می‌کنم بعد از باختی که جلوی کریستال پالاس آوردن یه مقدار وارد بحران شده تیم لیورپول و باید ببینیم کی این بحران رو میتونن جمع و جورش بکنن. لیورپول به چلسی باختش که به منچستر یونایتد حال بد باخت و چلسی که واقعا میتونیم بگیم یکی از الان در حال حاضر بی‌ثبات‌ترین تیم‌های لیگ جزیره است. یعنی شما جایی که انتظار نداری چلسی انزو مارسکا میبره و جایی که انتظارشو نداری چلسی میاد میبازه و این اتفاقی که باعث شده چلسی اگر اون ثبات کلی رو داشت شاید حتی الان میتونست اول باشه و جای آرسنال یا حتی دوم جای لیورپول باشه، ولی متاسفانه این اتفاق برای چلسی هم رقم نخوردش، باعث شدش چلسی و لیورپول تو این هفته روبروی هم قرار بگیرن و با برد دقیقه باز هم 90 به بعد باعث بشه چلسی پیروز بازی بشه و لیورپول سومین باخت پیاپی خودش رو با آرنه اسلوت تجربه کنه. باید ببینیم اندیشه‌های آرنه اسلوت تو بازی‌های بعدی چه و چه جوری میتونه تیمو بعد از فیفا دی جمع جور کنه، با توجه به اینکه یه تونل وحشت هم داره لیورپول، با منچستر یونایتد بازی داره، با رئال مادرید بازی داره و تیم‌های دیگه گردن کلفتی که باید ببینیم لیورپول آرنه اسلوت چیکار میکنه. از یه طرفی هم من فکر میکنم رسانه‌های انگلیس خیلی بهش نمیپردازن تیم تاتنهام توماس فرانک که واقعا به اصطلاح سوسکی خوب داره بازی‌ها رو میبره میاد جلو. یعنی تاتنهام تیم باثبات، تیم با برنامه و تیم خیلی گردن کلفتی این فصل از خودش نشون داده و الان رده سوم جدول هم هستش و این هفته هم جلوی لیدز یونایتد بازی خارج از خونه تونستش 2-1 پیروز بازی بشه. من فکر میکنم تاتنهام توماس فرانک حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه این فصل و این ثباتش رو اگر بتونه حفظ بکنه به نظرم حتما توی اروپا هم حرفای زیادی برای گفتن داره. من خودم سبک تیمی توماس فرانکو بسیار دوست دارم، به نظرم تیمش خیلی فوتبال باحالی ارائه میده و به نظرم جزء حتما 3 تا تیم یا الا 4 تا تیم آخر فصل لیگ جزیره میتونه باشه. و اما منچستر یونایتد آقای آموری، یعنی شما روز اولی که آقای آموریمو نگاه بکنید عکسشو با امروزش وقتی مقایسه بکنید میبینید چقدر موهای سفید توی سرش پیدا شده. اونم دلیلش واقعا منچستر یونایتدیه که این روزا یه جورایی مثل باطلاق فوتبال جزیره شده. یعنی هر کسی هم که وارد تیم منچستر یونایتد میشه، چه به عنوان سرمربی چه به عنوان بازیکن، انگار فوتبال رو یادش میره. از رشفوردی بگیریم که توی منچستر یونایتد واقعا شکم سیری فوتبال بازی میکرد و به قول آقای راین گیگز انگار تو خونه خودش بود، صابخونه بود و راه میرفتش و الان توی بارسلونا جوری داره فوتبال بازی میکنه که انگار اجاره‌اش عقب افتاده و یه هیولایی شده که همه انتظارشو داشتن. منچستر یونایتد آموریم خیلی تیم خوبی نشون داده، ولی متاسفانه جایی که باید نتیجه بگیره، جایی که باید گل بزنه، جایی که باید لیدر کاپیتان تیم برونو فرناندز پنالتیاشو گل بکنه گل نمیکنه و این باعث میشه تیم بیشتر بره تو بحران، بیشتر بره توی فشار. برونو فرناندز کاپیتان تیم که واقعا از روزی که اومده منچستر یونایتد یکی از
بهترین خریدای تاریخ منچستر یونایتد بودش. خیلی برای این تیم زحمت کشیده، علیرغم اینکه بسیار پیشنهادات زیادی داشتش بره تیم‌های مختلف اروپایی که خیلی تیم‌های خوبی هم بودش، تصمیم گرفتش تو منچستر یونایتد بمونه تا بتونه منچستر یونایتد رو از این جهنم نجات بده. ولی هنوز اونجوری که باید و شاید این فصل نتونسته به تیم کمک کنه. چرا؟ چون 3 تا پنالتی این فصل زده، یه دونش گل شده و 2 تا پنالتی بسیار حساس رو از دست داده که باعث شده منچستر یونایتد بازی رو ببازه و این اتفاق باعث شده منچستر یونایتد بیشتر تو فشار بره، بیشتر تو بحران بره. اما بردی که این هفته منچستر یونایتد کسب کردش یه بردی بودش که بسیار تو جدول تونست بهشون کمک بکنه و شاید با توجه به عقیده بعضی از کارشناسا منچستر یونایتد رو از این بحران حتی شاید نجات بده اگر بتونه هفته آتی هم بازیشو ببره. منچستر یونایتد الان تقریبا هم امتیاز منچستر سیتیه و خیلی هم اختلاف نداره با صدر جدول و با یه ذره لغزندگی تیم‌های اول شاید بتونه خودشو بکشه بالا اگر بتونه بازیاشو پیروز از زمین خارج بشه. من فکر میکنم منچستر یونایتد به روزهای خوبش برمیگرده، علیرغم اینکه ما شاید خیلی ثبات تو این تیم نمیبینیم، ولی تیم آموریم تیم خوبی نشون داده و فوتبال خیلی خوبی هم به نظر من ارائه میده. حالا فارغ از یکی دو تا بازی که به نظرم فوتبال خوبی نشون نداد، منچستر یونایتد واقعا فوتبال خوبی جلوی چلسی نشون داد، واقعا فوتبال خوبی هفته آخرشون که 2-0 بردن نشون داده و به نظرم میتونه از این منجلاب با آموریم گذر بکنه. یه سری هم بزنیم به بقیه لیگا، آلمان، فرانسه و ایتالیا. از ایتالیا شروع بکنیم که با توجه به شناختی که از آلگری و آنتونیو کونته داریم میدونیم حتما آسی میلان و ناپولی امسال جزو تیم‌های مدعی هستن و این دوتا تیم بازیکنایی که دارن مثل کوین دی بروینه و مثل لوکا مودریچ حتما قرار اتفاقات خفنی رو رقم بزنن. لوکا مودریچی که تو همین چند هفته هم دیدیم واقعا نشون داده شراب ناب فوتباله، یعنی تو این سن داره انقدر خوشگل فوتبال بازی میکنه، انقدر خوب پاس گل میده، انقدر خوب گل میزنه، آدم واقعا کیف میکنه. و کوین دی بروینه‌ای که نشون دادش که چه هافک فوق‌العاده‌ایه و 2 پاس گلی که به هویلند داد و باعث شد هویلند دبل بکنه، باعث شدش تیمش پیروز میدان باشه. پاریس سن ژرمن لوئیس انریکه هم که با توجه به بردی که جلوی بارسلونا آورده بود فکر می‌کردیم که احتمالاً بازی رو میبره، ولی اتفاقی که رقم خوردش با گلزنی برادر کوچکتر امباپه بازی مساوی شدش و نتیجه خیلی عجیب غریبی برای پاریس سن ژرمن بودش. و ببینیم تو لیگ فرانسه کی دوباره میتونه به اون بردهای متوالی خودش برسه، چون 2 تا بازیه که متاسفانه پاریس سن ژرمن نتونسته ببره و یه بازی رو با لیل فرانسه مساوی کرده، یه بازی هم با مارسی بوده که بازی رو باخته. در کنار پاریس سن ژرمن هم یه سری بزنیم به بایر مونیخ وینسنت کمپانی که من به نظرم آماده ترین تیم حال حاضر فوتبال جهانه و حتما با این فوتبالی که داره خودش نشون میده، با این ثباتی که داره، با این بازیکنایی که داره، حتما به نظرم جزء 4 تا تیم برتر جام باشگاه اروپا هستش. به نظرم واقعا بایر مونیخ وینسنت کمپانی بایر مونیخ بسیار ترسناکیه و واقعا هر تیمی که جلوش فوتبال رو انجام میده واقعا کار سختی داره. امیدوارم که بقیه تیمام بتونن به این ثبات برسن تا ما یه فوتبال خیلی خفن این فصل داشته باشیم. دم معرفتتون گرم، مرسی که همراه ما بودید. یا علی.